من عاشق لقای توام یا علی مدد. خواهم که اردوام و فریاد ما رسید، اول دم ممات دویم در تن لحد. عشق اگر آید برد گوش دل فرزانه را، دزد عاقل می کشد اول چراغ خانه را. آنچه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکند، در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را. ما در اینجا نپاییم عشمت جا آمدهیم، از بد یاد اینجا و پناه آمدهیم. من از کنار این گل رهنا نمیروم، با این گروه جانب صحرا نمیروم. ای خصم بدمنش تو مدن تازیانم، من از کنار کشته بابا نمیروم. من با علی و اکبر و عباس آمدم، من به علی اکبر لیلا نمیروم. یا علی ای عالم علم خفا و آشکار، از رموز از رختم تو رموز احباب انداختن. در کجا بودی که عباست و در بی خیمگاه از حراسش پرده بر را مهتاب انداختن. بالخصوصا طفلکان نیستش نه در گلزار عشق، نغمه آزادی از کام رباب انداختن. پاسبان خیمگاه مشک از کف طفل گرفت، بعد از اذن از حسین در شب شتاب انداختن. قهر بود چون قهر یزدان، در وفا میرش نگر، آب لب را از وفا بر روی یاب انداختن. ایوب سردیف آن سپاهی بی حیا از روی کین، تیر بر چشمانیان عالی جناب انداختن. هر دو دستش تیغ ظالم روزگان، همچو شاخ نهربان روی سراب انداختن. گر قبول خاطری عباس گردد ناصری، آزار خم دعایش تنم بر مشکم گلاب انداختن. یک سلام شاخ نخله دور نمود نغمه سرایی
و حمد علی غفوره درود سازد قدمت مستقی بیاده درود زنگ غمت قلب مستقی رنجوره گشوده جمله قدوسیان زبان و ثنای کشیده حوری و غلمان تمام سرد قصوره شدند خادم مجلس بشر حق ایمان شده بزرگ کواکب دلو سما جمهوره نخست جرخ چهارم کمر به خدمت برده بزن که اکثرت خاک تیر آل قبوره برید قطره دیگر به کام من ساقیه ز باغ خود مران دید تو خوشه یکون که به جاب سرایم به محفل یشرب به زیبرای خدا تا غزم به جام سفوره یا به فضل یدو سیم را خماری کنه که من جلدم و زمرون تا به روز نشوره بود نشن من از جنوی سمداینه شده بلند زنوتا نانه شکونه سیما فلیس که اربانی انبیای گذام اما با نرمه داوود میسران سوره سیما فلیس که جلو مدد نمای رنسه که شادیت که غم زیر پرده شد مسوره دیدنی کونه این چنین نشد و روزگار نکردم زینتی دوره چی ماجراست که در چشم اکسداست نه و کائنات بیدیو و ممکنات مشهوره چی محفلیست که مستن زند و بحریمند چی روی داده که ناسوتیان شده محموره روایت است که سرکردگان قوم قریش نمود خدمت سردار عالمین نزول که ای حبیب خدا آسمان عز جلال ایا امیر عرب افسر یمن سوره و خواستارین زهرا مشرف همه و اگر که ایشی دختر شب ما خورده جناب مستقر جناب خان یک داد که ای صاحبان عقل و شهوره قضاعت است و من زین سخن ایا مردان مراستان چیز رضای خدا بود منظوره بود و دخت نبی اختیار دار و خدا الان که یمر شود از خدا منم محمود که ناگهان زدلی که دیار رسید ملک نور حضرت خاتم بسر عذاب دوره رسانده از سلامت یگانگی قدوسه جهان نور تو تسبیح کن به عالم نوره گشود لعنگان پروار سید کونین که ای ملک تو بگو باز امر شکوره جواب داد که جانهای قدسیان و فردانده تو وقت فاطمه را با علی شدی محموره و لیل جمعه شود دوره از تمام نازل کنم به خانه یکم جوان سلطان جناب فاطمه را لباسای بی خانه و رسول پاک از این مژده شد بسی مقبوله بگفت با اما احراب و یه ستاری که آمده است چونینم از خدای غفوره رسید چون شب جمعه و استعداد حرام و دمه و خویش ببستند هر یکی به بلوره برآمدند خلایق و بامها اکثر نظارگر و سما با 200,000
مستوره اما بدید که ناگاه به امر داور چان کرد فرود گشت یکی کوکب چولم ای نوره روانه دوره شده آسمان و سوی زمین و امر خالق یک دای بی نیاز شکوره رسید چون به قریب مدینه آل جان و بام ساقی کوثر نمود صورتها یقین کرد تمام از معاجل و منصار دیگرش مسجد یک شور کبریا بانوره روایتن که آمد علی ولی خدا نمود خدمت سردار عالم نوره نمود از که ای بهترین عالمیانه منم ز خالقیم دای عشقم مشغوله توی مربی من از زمان طفلی من رسید شفقت توی سان تو به من مشغوله به مطلب به حضورت مشرفم که اگر به عقل فاطمه دختر مدا کنی مخوره حبیب خالق یکتا و فخر مافیای و جواب داد اسمات محمد ای عزیز تن جان مدا قوت منظوره امین و که تو داری مرا قوت برسن بگو که چیست مانه جهان تو را مقدور نمود از که واضح قوت به عبداللهان الان چی است مرا نیست بر شما مقدوره یکی دلی و دوم اشتر و سیام خنجر امین سی چیز نزد بر علی که شد مذکور جناب مصطفی رو به مرتضا فرمود که از اشتر و خنجر دام و دام نداره و ظلف قار جهاده نثاری یا لازمه و اشتر را آسکشی کن ایا جوان سیوره و آن دلی که تو را باشد ای برادر من ببندم وقتی تو با فاطمه ایا منصوره دهد بشارتت از امر خالق یکتا که داد فاطمه را بر تو کردگار غفوره به بس تخت شما را به عرش اعظم خوانده تمام عالم بالا نموده جشن سروره به مهر فاطمه رب داده خمس دنیا را دیگر عطا شده سلسه بهشت و او رو بزوره چهار نار بود نیل و نهر بانم بنخه چهار ما به فرادت آن چهار بخوره علی نبی ابن علی را و فاطمه برباد کتاب عشق تلالو کند محادن نوره بیا انام عروسی بسوی ماتم کنش بدو بکر و بلا ببین نتایج انسان همون فراد کی بود مهر مادر زهرا و روی اهل و عیالش به بس قوم کجوره مگر حسین پسر مرتضا و زهرایه چنین ستم نشدم تا به روز نفخم سوره نکرده کافرون نی بود پرست و نی وضو که بعد قتل زند چون بر لبی بنوره یک صلات محمد کرده زاده پیغمبرش پس از کشتن تنش به خواب گذارد زدش میان تنوره و خیمگاه نبی و امام کی زد آتشه کی بود دختر رکم را یادت در رنگی دوره کی بس پای امامش بریس و من بشداد به عالم بشری این ستم نکرده خسوره بزرگوار خدایا به اهل بیت رسول و تشنه به حق تشنگی
تفلکان زار صفان گذر ز جرم گناهان دوستان حسین خصوص احمد شیدای مستری رنجور و کربلا برسانش به قرب بار حسین بکن به نزد حسین این قصیدهش منظور دریاب خستگان غمت نازیان سال ای دستگیر گم شدگان پیر جوان یا علی مدد خوشان که در